بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. سلام و عرض ادب و احترام، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. تو این جلسه که اولین جلسه زبانشناسیمون هستش، میخوایم مفاهیم بنیادین و پایه‌ای طب و زبانشناسی رو با هم بررسی کنیم و در انتهای جلسه یک برنامه‌ریزی کامل و اصولی برای هر کسی که در مسیر طب سنتی داره کار میکنه رو داریم. با استفاده از این برنامه میتونید متوجه بشید دقیقاً در کجای مسیر طب قرار دارین و باید چه گامی رو بردارین و چه جوری در کاری که انجام میدین رشد و پیشرفت داشته باشید. بریم سراغ اسلایدها. بنده محمد متین مرادی و این جلسه مباحث پایه و بنیادین طب. مسیر یادگیری اصولی بر اساس واقعیت. ببینید، ما باید برای خودمون یک شبیه سازی داشته باشیم. شبیه سازی برای اینکه ما بفهمیم وقتی یک بیمار، یک مراجعه کننده به ما مراجعه میکنه دقیقاً باید چیکار کنیم و با استفاده از این شبیه سازی مسیر کاری و مسیر حرفه‌ای خودمون رو بچینیم. یک مراجعه کننده به ما مراجعه میکنه. ما به عنوان یک حکیم حاذق، به عنوان یک کسی که حکیمانه داره تجویز میکنه، مرحله اول، گام اول باید تشخیص بیماری و علت بیماری رو داشته باشیم. یعنی توی گام اول باید تشخیص بیماری و علت بیماری رو انجام بدیم. پس ما دو تا گام داریم که گام اولش اینه که بیماری رو تشخیص بدیم، علت اون بیماری رو هم تشخیص بدیم و در گام دوم توصیه‌های درمانی و نسخه نویسی رو انجام بدیم. به عبارتی ما کلا دو تا گام داریم. گام اولش این که تشخیص بدیم مشکل چیه، بیماری چیه، و در گام دوم این که تجویز کنیم. این میشه یک کار حکیمانه. کار غیر حکیمانه‌اش چیه؟ این که طرف میگه مثلا معده‌م درد میکنه، ما بگیم زنجبیل گرمی زنجبیل، آویشن گرمی آویشن، یعنی همینطوری رو هوا توصیه کنیم. این میشه اون کار غیر حکیمانه‌اش. ولی درست و اصولیش که به عنوان یک کار حکیمانه، کاری که فرد نتیجه ببینه، بیاد به شما بازخورد بده، بگه این حالا تجویزاتی که داشتی من حالم از این رو به اون رو شد، من حالم خیلی خوب شد، کلا انگار کل حالت بدنیم تغییر کرده. این بازخورد مثبت، این نتیجه مثبت رو بگیریم توی کار حکیمانه است. کار حکیمانه هم این دوتا گام رو داره. پس ما شبیه سازیمون شد این مسیر. حالا میخوایم بر اساس این شبیه سازی که انگار ما یک درمانگریم، یک بیمار میاد جلوی ما، اول تشخیص و علت بیماری رو متوجه میشیم، بعد تجویزات رو انجام میدیم. بر اساس این مسیر یادگیری اصولیمون رو بچینیم. بریم سراغ اسلاید بعدی. ابزارهای تشخیص بیماری در طب سنتی. اون مرحله اوله بود که گفتم باید بیماری و علتش رو تشخیص بدیم، اون گام اول. اون رو با استفاده از این ابزارهای تشخیصی که 14 تاست انجام میدیم. سوال: آیا لازمه هر 14 تا ابزار رو یاد بگیریم؟ اگه وقت کافی و عشق به یادگیری دارین یاد بگیریم. اگه نه، میخواین مسیر کاری و مسیر رشد خودتون رو سریعتر و جامع‌تر انجام بدین، چون ما این مسیری که تدوین کردیم میخوایم هم سریع باشه هم جامع، یعنی هم کار حکیمانه رو انجام بدیم، هم سرعت خوبی داشته باشیم توی مسیر رشد ما. از این 14 تا این 4 تای اصلی رو انجام بدیم. ببینید، از این 14 تا که الان دونه دونه یه سری نکات در موردش میگم و بعدش میریم سراغ اسلاید بعدی، 4 تاش خیلی دقیق‌تر، کامل‌تر و درست‌ترن. این 4 تا میشن ابزارهای تشخیصی اصلی. چهره شناسی اولیش. این 4 تا رو میگم اصلیانا، این بقیه رو میخوایم توضیح بدیم. چهره شناسی یا فراست چهره، یعنی از روی تغییراتی که توی چهره داریم، از روی کلا ویژگی‌های چهره فرد یه سری موارد رو تشخیص بدیم. کف شناسی یا پالمیستری، از روی کف دست، خطوط کف دست، تغییرات رنگ، یعنی مثلا یه جایی سرخ میشه، یه جایی گلگون میشه، یه جایی سفید میشه، یه سری تشخیصات رو بدیم. ناخن شناسی، تشخیص از روی ناخن هستش. بول و براز یا بول و براز، یعنی از رنگ مدفوع ادرار و تغییراتی که توی مدفوع ادرار داریم ما بتونیم تشخیص بدیم. پوست و مو، از روی تغییرات پوست و مو، پوست یکی حالا خشک میشه، پوست یکی مرطوب میشه، موها وز میشه، حالت لخت میگیره، حالت خشک میگیره، همه اینها نشونه هستش. شاغول ابن سینا، یه چیزی تو مایه‌های همون شاغولی که توی بنایی استفاده میشه هستش. روش کار اینه که اون شاغول رو دست فرد میدن و حالا سوالاتی ازش میپرسن، با استفاده از احساس و انرژی که به این دست از طریق عصب منتقل میشه، این شاغولی که حالا توی دست فرد قرار داره شروع میکنه حرکت کردن. حالا بر اساس این که حرکتش به صورت دورانی باشه، حالا این دوران هم جهت ساعتگرد، پاد ساعتگرد باشه، جلو عقب باشه، چپ و راست باشه، میتونن یه سری تشخیصات رو بدن. که حالا توی یکی از برنامه‌های آمریکایی هم یکی حالا مهمانی که داشتن، مشکل برنامه پراوین فری بودش، اومد یه دونه نخ رو که انتهاش که فلزی آویزون کرده بود داد دست حالا ایشون و از این به عنوان علم جدید و بحث متافیزیک از همین شاغول ابن سینا یاد کرد و حالا توضیح داد. صلبیه، این سفیدی
دور عنبیه رو بهش میگیم صلبیه. از این طریق هم میتونیم یک سری تشخیصات رو بدیم. صلبیه نقشه خونی کل بدن هستش که توی این قسمت سفید خلاصه شده. شما نقشه‌هایی که مقیاس بندی شدن در نظر بگیرید توی صفحه کاغذ کوچیک، مثلا حالا نقشه‌های فیزیکی، یا حالا توی صفحه موبایل کل نقشه یک منطقه خلاصه شده. توی این قسمت صلبی هم کل نقشه خونی بدن خلاصه شده که از این طریق هم میتونیم تشخیصات رو بدیم. اما چون فاکتورهای خونی متعددن، تغییرات متعدده، یک ذره این تشخیصاتی که میدیم دچار ابهامه. درصد بخوام بگم 70-80% درسته، 100% نیست. مردمک شناسی این قسمت تیره وسط عنبیه که حالا سوراخ مردمک بهش میگن، از طریق تغییرات دایره اون رنگ‌های بازتابی که توش قرار میگیره میتونیم تشخیص بدیم. خواب و بیداری، یک فردی که خوابش زیاد میشه، بیداریش کم میشه و تغییراتی که توی خواب و بیداریش داره میتونیم تشخیص بدیم. دق یا پریکاشن. دق یا پریکاشن یه حالتی هستش که از طریق ضربه زدن به بدن بیمار، قسمت‌های مختلف بدن بیمار، از جایگاه قرارگیری اندام‌ها و حالا ارگان‌های بدن اون بیمار باید بتونیم تشخیص بدیم که حالا در جایگاه اصلی خودش قرار داره یا نه. که حالا توی طب غربی هم این رایج هستش که حالا اینجا بخوام مثال بزنم، دستشون رو میذارن اینطوری ضربه میزنن ببینن اون عضو دقیقاً در جایگاه خودش قرار داره یا نه. یا اینکه نه همینطوری ضربه میزنن و بررسی میکنن که ببینن اون عضو در جایگاه خودش قرار داره یا نه. عنبیه شناسی این بخش رنگین چشم هستش. مخابره عصب هستش، تشخیصش 100% و درسته. زبان شناسی هم همینطور، این زبان هستش بر اساس تغییراتی که روی زبان قرار میگیره و این جلسه هم دقیقاً میخوایم در مورد این بحث زبان شناسی صحبت کنیم. هستش نبض 4 انگشتی میگیریم، از طریق این نبض مزاج و ویژگی‌های مختلف بیمار رو کامل بررسی میکنیم. مزاج شناسی هم که شاکله کار طب سنتی هستش، یعنی هر چقدر توی مزاج شناسی وقت بذارین کمه. مزاج شناسی رو باید به صورت کامل و مسلط یاد داشته باشین تا هم توی بحث تشخیص و هم توی بحث درمان بتونید مسلط و کارآمد عمل کنید. پس اینا شد ابزارهای تشخیصی طب سنتی. خب حالا این چارتایی که میگیم چارتای مهمن، چارتای اصلی هن. این ابزارهایی که عنبیه، زبان، نبض و مزاج باشن، اینا میشن 4 تا ابزار اصلی ما. یعنی این 4 تا ابزار رو داشته باشیم لنگ نمیمونیم. این 4 تا ابزار رو داشته باشیم تشخیص درسته رو میدیم. تشخیص علت بیماری رو میدیم. خب سوال، آیا لازم این 4 تا هر 4 تاش رو یاد بگیریم؟ ببینید توی طب نوین هم ما تشخیص از روی حالا عکس رادیولوژی رو داریم، MRI رو داریم، سونوگرافی رو داریم، اندوسکوپی رو داریم و هر کدوم از اینها دارن یه فیلد مخصوص خودشون، یه بخش مخصوص خودشون رو علت بیماری و بیماری رو تشخیص میدن. البته علت رو حالا نه، خود بیماری ظاهر رو تشخیص میدن. مثلا اندوسکوپی حالا وضعیت مری و معده و حالا ابتدای روده باریک رو داره تشخیص میده که حالا چه وضعیتی داره و خود این هم حالا مشکلاتی که داره رو خودتون واقفید. یا MRI داره کل بدن رو آنالیز میکنه از لحاظ ستون فقرات و اینا و جایگاهشون که درست هست یا نه، مشکلات ستون فقرات رو بررسی میکنه. این 4 تا دقیقاً همینطوره، در کنار هم میتونن اون تشخیص 100% رو به شما بدن. عنبیه، زبان شناسی، نبض و مزاج هم میشن 4 تا ابزار اصلی ما. خب من ابزارهای اصلی رو بلدم. حالا باید شناخت داروهای گیاهی، غذا، دارو مفرده و مرکب رو بلد باشه. این میشه اون گام اوله، اون تشخیص بیماری. این میشه گام دوم، تجویز و نسخه نویسی. حالا برای این گام دوم یا بحث تجویزمون ما یه نمودار داریم که به صورت بازه تعریفش کردیم. انتهای این نمودار میشه سم مطلق. ابتدای این نمودار میشه غذای مطلق. سم مطلق رو حالتی میدونیم مخصوصا توی حالت صفرای بسیار بالا با درجه بالا که خون رو میسوزونه. سم مار یا حالا زهر مار چرا باعث مرگ میشه؟ چون انقدر صفراش بالاست خون رو میسوزونه. همون حالتی که حالا اگه نوره زرنیختار یا حالا استفاده کرده باشون، آرسنیکش اگه زیاد بمونه دچار سوزندگی میکنه. این میشه سم مطلق. نیش عقربی که حالا میگن عقرب تیره گرماش بالاست میسوزونه باعث مرگ میشه، همین سم مطلق است. این ورچی غذای مطلق. غذای مطلق چیزیه که یا غذاییه که هر 4 تا خلط رو تولید میکنه. صفرا، سودا، دنبلغم هر 4 تا رو تولید میکنه. این بهش میگیم غذای مطلق. اونور سم مطلق اون حالت سوزندگی و خشک کردن خون رو ایجاد میکرد و فرد میمرد. این غذای مطلق 4 تا خلط رو ایجاد میکنه و هر 4 تا خلط هم تقریبا به یک میزان ایجاد میکنه. غذای مطلق رو میگیم بدل ما یتحلل. بدل ما یتحلل یعنی چی؟ بدل یعنی جایگزینه، ما یتحلل آن چه میسوزه. پس بدل ما یتحلل یا همون غذای
مطلق جایگزین اون چیزیه که روزانه داریم میسوزونیم، اون انرژی که حالا به دست میاد، اون کالری که حالا میسوزونیم و ازش انرژی به دست میاریم، اون غذای مطلقی که هر روز داریم استفاده میکنیم و میسوزونیم. این وسط یه غذا دارو داریم، یه دوای مطلق یا داروی مطلق داریم. غذا دارو چیه؟ دوای مطلق چیه؟ غذا دارو غذاست، پس داره هر 4 تا خلط رو تولید میکنه. چون غذاست داره هر 4 تا خلط رو تولید میکنه. اما دارو هم هست، پس یکی از اون 4 تا رو داره ویژه و اختصاصی تولید میکنه. مثلا ماست داره بلغم زیادی تولید میکنه، اما صفرا، سودا و دم نداره. چرا؟ داره مقدارش کمه. این میشه غذا دارو. یه دونه رو اختصاصی داره کار میکنه، اما اون 3 تای دیگر هم تولید میکنه. دارو چیه؟ دارو یه دونه خلط تولید میکنه، مثل آویشن. الان آویشنی که گرم و خشک درجه 2 هست دارو حساب میشه. توی داروها هم حتما مد نظر داشته باشین، از درجه 2 و 2 به بالا رو میگیم دارو یا دوا. آویشن گرم و خشک درجه 2، خب این فقط یک خلط رو بالا میبره، مثلا فقط صفرا رو بالا میبره. آویشن شد دوای مطلق، داره یک خلط رو بالا میبره، صفرا رو داره بالا میبره. خب آیا اون 3 تا خلط دیگه دم، بلغم و سودا رو بالا نمیبره؟ بالا میبره، اما مقدارش اونقدر ناچیز هست که میتونیم ازش صرف نظر کنیم. پس این میشه دوای مطلق. این خیلی بحث رو کامل و گسترده اینجا متوجه میشید. پس یه غذای مطلق داریم 4 تا خلط رو بالا میبره، بدل ما یه تحلل غذایی که خوردیم حالا انرژی شده، انرژیشو مصرف کردیم، دوباره باید جایگزینش بیاد، این میشه غذای مطلق. اون بر سم مطلق حالت سوزندگی داره، خون خشک میکنه و فرد میمیره. این وسط یه غذا دارو داریم، یه دوای مطلق داریم. دوای مطلق یکی از اون 4 تا خلط رو بالا میبره، غذا دارو هر 4 تا رو بالا میبره، یکی رو اختصاصی تر بالا میبره. ما توی مرحله اول میایم از غذا داروها استفاده میکنیم، میخوایم درمان کنیم. مرحله دوم از دوای مطلق استفاده میکنیم که حالا مفرد و مرکب بودن دارو برای دوای مطلقه که معنی پیدا میکنه، وگرنه غذا دارو رو که همینطوری تقریبا توی بیشتر بیمارها با توجه به مزاجشون میشه تجویز کرد. یه خلاصه تا اینجا داشته باشیم و مباحث کامل جمع‌بندی کنیم. گفتیم ما اول باید بیماری و علت بیماری رو تشخیص بدیم. تشخیص درست بیماری و علتش 70% راهه. یعنی اصل راه، اصل مسیر اینه که ما بیماری رو درست تشخیص بدیم و همچنین علت اون بیماری. چرا این بیماری ایجاد شده؟ این 70% راهه. چرا نسخه‌ای که ابن سینا گفته، نسخه‌ای که قرابادین گفته، نسخه‌ای که رازی گفته، نسخه‌ای که دیگر حکما گفتن، جرجانی‌ها گفتن و این نسخه رو گفتن مجربه. مجرب یعنی چی؟ یعنی ما تجربه کردیم روی تعداد زیادی آدم و این نسخه جواب داده، نتیجه داده. چرا ما میایم این نسخه رو میدیم و نتیجه نمیگیریم؟ چون درست تشخیص ندادیم بیماری و علت اون رو. بنابراین تشخیص بیماری و علت اون اصل و اساس کار ماست. 70% مسیر این. 30% حالا میایم با توجه به مزاج فرد شروع می‌کنیم تجویز کردن داروها. هم میتونیم از نسخه‌های طب اسلامی استفاده کنیم، هم میتونیم از نسخه‌های طب سنتی استفاده کنیم، اونم با توجه به مزاج فرد بازم. چون اون حالت رطوبت مغز باید حفظ بشه دیگه. یعنی فردی که خشک مغز نیست، نمیگه فقط این یا فقط اون. فردی که هدفش اینه که اون درمانش نتیجه بده، فرد به بهبودی کامل برسه، اون بازخورد مثبت رو داشته باشه، هر جا که لازم از اون نسخه‌ای که حالا توی طب سنتی هست، توی طب اسلامی هست استفاده میکنه، چون هدف اینه که بیمار به بهبودی برسه. این شد مسیر تشخیص. تشخیص خیلی مهمه، ابزارهای تشخیصی داریم. یه مثال بزنیم این بخشو کامل متوجه بشیم که چرا انقدر تشخیص مهمه. شما یه وقتی پیش میاد خودرو یا حالا اتومبیلتون خراب میشه، یه صدایی میده و چند تا تعمیرگاه میبرین، متوجه نمیشن علت چیه، مشکل چیه. یه جا میبرید سریع تشخیص میده و با کمترین هزینه، به کمترین حالا تعویض قطع، اون درمان اون خودرو رو، اون تعمیر اون خودرو رو انجام میده. شما اگه توی تشخیص درست عمل کنید، با کوچکترین، با کمترین تعداد نسخه، یعنی به جای اینکه 4 خط 5 خط 10 خط نسخه بنویسید، با 2 خط نسخه میتونید بیمار رو به حالت بهبودیش برگردونید. که حالا توی نسخه نویسی در این مورد بیشتر صحبت میکنم. بنابراین تا اینجا فهمیدیم ما 4 تا ابزار اصلی داریم، یه بحث نسخه نویسی، یعنی این میشه کل مسیر ما. خب الان اینا رو میخوایم یاد بگیریم. آیا همه رو با هم شروع کنیم؟ نه. یکی رو شروع کنید تا انتها پیش ببرید. عنبی شناسی رو مسلط شدید، کامل تموم شد، بعد برید زبان شناسی مثلا. یا زبان شناسی رو شروع کردید، کامل مسلط شدید، به انتهاش رسیدید، بعد برید عنبی شناسی. نبض و مزاج هم در کنارش میتونید انجام بدید و یاد بگیرید. چون مزاج شناسی شاکله کاره و مثل حالا عنبی و زبان بیشتر علائم نیست، قاعده محور هست مزاج شناسی و این رو میتونید در کنارش یاد بگیرید.
نفس هم در کنار اینها میتونید یاد بگیرید. اینجا معمولا سوال میپرسن، میگن یعنی اون 10 تای دیگه رو کلا بذاریم کنار، همین 4 تا بسه؟ اون 10 تای دیگه قسمت‌های مهمش رو من در بطن همین‌ها آوردم. یعنی صلبیه شناسی مثلا اون قسمت‌های مهمش توی عنبیه شناسی اومده. تغییرات لب یعنی علائم شناسی لب‌ها توی زبان شناسی که جزء فراست چهره میشه توی همین بحث زبان شناسی اومده. مواردی که بود چیا بود؟ ناخن شناسی توی همون بحث مزاج، پوست و مو توی همون بحث مزاج گفته شده. کف شناسی یا پالمیستری توی همون بحث مزاج توی 2-3 جلسه کامل توضیح دادیم. مردمک شناسی توی همون عنبیه اومده. خواب و بیداری توی مزاج شناسی اومده. این قسمت‌های مهم 10 تای دیگر رو آوردم توی همین 4 تا. یعنی این 4 تا خودشون هستن به اضافه قسمت‌های مهم اون 10 تا ابزار دیگه. این میشه خلاصه کار. این 4 تا رو بلدیم، ابزارها رو هم بلدیم. خب حالا شروع می‌کنیم به کار درمانگری. بنابراین تا اینجا بنیاد و پایه و اساس طب سنتی و یادگیری طب سنتی رو یاد گرفتیم. از اینجا به بعد بریم پایه و اساس زبانشناسی و جلسه زبانشناسی رو کامل یاد بگیریم. زبانشناسی یا شناخت بیماری‌ها از روی زبان. بریم سراغ اسلاید بعدی. ساختار زبان. اولین چیزی که با زبان درش سر و کار داریم ساختار زبان هستش. یعنی زبانی که حالا این زبانی که اینجا هستش رو یا حالا زبان خودتون رو در نظر بگیرید. این زبان یه گوشتی داره، یه عضله‌ای داره که ساختار ماهیچه، یه بافت ماهیچه، این میشه گوشت زبان و یه پوششی روش قرار گرفته. مثل ما که الان یه دونه حالا گوشت بدنه هست، یه دونه هم لباس رومون قرار گرفته. اینم یه پوشش روش قرار گرفته. این زبانی که یک پوشش روش قرار گرفته از طریق تغییراتی که روی این زبان می‌بینیم. حالا تغییراتش توی قاعده ها میگیم، تغییر رنگ، نقطه ساختاری خطیه، اینا رو همه رو بررسی می‌کنیم. از طریق این تغییراتی که روی این زبان داریم میتونیم بیماری‌ها رو متوجه بشیم. اینجا سوال پیش میاد. میگه آیا تغییرات رو توی گوشت زبان داریم یا توی پوشش زبان؟ معمول تغییرات توی پوشش زبان یا همین پاپیلا هستش. این پاپیلا همونهایی هستن که در اینکه حالا ما مزه غذا رو حس می‌کنیم نقش داره. چون خیلی حساس هستن، تغییرات و بیماری‌های فرد رو هم سریع نشون میدن. گوشت زبان چی؟ گوشت زبان هم تغییر رنگش نشان دهنده بیشتر وضعیت قلبه. یعنی کسی که قلبش سالم نباشه گوشت زبانش تغییر رنگ میده و کسی که قلب کاملا سالمی داره، کاملا قلب پویا و فعالی داره، این گوشت زبانش به حالت خوشرنگ صورتی هستش که حالا اصطلاحاً میتونیم بگیم حالت گوشت خوشرنگ. نه تیره هستش، نه خیلی قرمز هستش، نه خیلی بیروح و حالا کدر هستش. یه گوشت صورتی رنگ خوشرنگی هستش که حالا این گوشت زبان در نظر گرفته میشه. پس هر دو تغییرات دارن، اما معمول و اون چیزی که ما 90% یادگیریمون روی تغییراتش این پوشش زبان هستش. تشخیص بیماری ها از روی زبان. قواعد زبان شناسی. ما توی مسیر یادگیری زبان شناسی 2 تا راه داریم. یکی این که بیایم نه کلا همه علائم و اینا رو بگیم و بگیم این علائم نشونه اینه، این علائم نشونه اینه. دوم این که قواعد محور عمل کنیم. 5 تا قاعده اصلی داریم. این 5 تا رو یاد بگیریم و بعد اون حالا علائم رو بررسی کنیم. حسنی که یادگیری 5 تا قاعده و قاعده محور بودن داره، دیگه این پیش نمیاد فردا یه دونه عکس زبان براتون فرستادن یا یه عکس زبان دارین تحلیل میکنید یا نه اصلا به فرد گفتین زبانش رو بیاره بیرون و دارین تحلیل میکنید، علامت رو ببینید و یادتون نیاد که اون علامت نشون دهنده چیه. چون قاعده محور عمل کردید. قاعده ها در ذهنتون ثبت میشه و بر اساس این قاعده ها سریع تشخیص میدیم و اون حالتی که یاد گرفتین رو میتونید ازش به صورت کاربردی استفاده کنید. قاعده اول قاعده رنگ. رنگ هایی که روی زبان قرار میگیره نشونه چی است؟ اگه زبان یه قسمتیش خیلی سرخ بشه با توجه به این چارت، نشون دهنده اینه که اون عضو خیلی گرماش رفته بالا. اگه یک عضوی سفید بشه، قاعده رنگ ها رو داریم بررسی میکنیم که رنگش سفید بشه، اون اندام، اون عضو سردیش رفته بالا. اگه زرد بشه نگاه میکنیم، خیلی مهمه. اگه یه جایی زرد شده بود، مثلا این قسمت زرد شده بود، این قسمت زرد شده بود، نگاه میکنیم. زردی روی سفیدی بود، نشون دهنده اینه که سموم رفته بالا. اگه زردی روی سرخی بود، نشون دهنده اینه که گرما رفته بالا. فرد خیلی داره غذای گرم خشک استفاده میکنه، گرماش خیلی رفته بالا. پس این 4 تا حالت برای قاعده رنگ مطرح میشه. نوک زبان نشون دهنده حالت مغز و حالا قلب هستش و این حالت خوش رنگی رو باید حتما در نوک زبان ببینیم. قاعده خطوط. خطوطی که در این جاها میافتن چه معنی دارن؟ این وسط نباید خط باشه. اگه این وسط خط داره یعنی ستون فقرات مشکل داره. کنار این خط اگه خط‌های دیگه‌ای باشن، مثلا اینجا حالا خط‌های
حالا یه بحثی توی چارت داریم، این نیست که حتما اگه اینجا یه خطی افتاده باشه نشون دهنده مشکلات کبد حتما. گاهن یه سری خطوط داریم مثل توی همون عنبیه که حالا یه مدل لاکونا داشتیم مخصوص کلیه بود، هر جایی میافتاد نشون دهنده مشکلات کلیه بود. اینجا اگه خطوطی داشته باشیم که حالت ارضی داشته باشه، یعنی اگه این زبان باشه این طول زبان باشه حالت ارضی داشته باشه، این خطوط ارضی هر جا باشن یعنی هر کجای چارت باشن نشون دهنده ضعف جنسی فرد هستش. این میشه حالا قاعده خطوط که باید مفصل در موردش حرف بزنیم و کامل کار کنیم. قاعده بعد قاعده نقطه هستش. نقطه های سرخ، نقطه های سفید، نقطه های سرخ نشون دهنده عفونت با عامل سردی، نقطه های قرمز نشون دهنده عفونت با در کنار گرمی هستن. یعنی یه حالت ما عفونت رو داریم سردی هم بالاست، نقطه سفید میده، یه حالت ما گرمی رو داریم و عفونت هم بالاست، این نقطه قرمز روی حالا زبان میده. افرادی که این قسمت ریه ها یعنی دوبر زبان نقطه های زیاد میبینیم، اینا قاعده نقطه چی به ما میگه؟ میگه فرد عفونت داره. قاعده شکل، این شکلی که زبان داره، این زبانی که اینجا هستش، این زبان بر اساس مزاج شناسی میتونیم قاعدهش رو بررسی کنیم و ببینیم فرد مزاجش چیه و حالا چه مشکلاتی داره. افرادی که خشک مزاجن، خشک مزاجا کیان؟ صفراوی ها و سوداوی ها. اینا زبان درازی دارن، زبانشون پهن نیست. پهنی واسه افراد رطوبت مزاجه، افرادی که تری در مزاجشون دارن، افراد بلغمی و دموی. پس بذارین قاعده مزاجیش رو اینجا یاد بگیرید که حالا توی قسمت‌های مختلف بدن، توی تک تک اعضای فرد، تک تک ارگان‌های بدن فرد این صدق میکنه. گرما رشد طولی میده، یعنی باعث افزایش رشد میشه، باعث درازی میشه. خلاصه بگم سردی باعث کمبود رشد و کوتاهی میشه. پس گرما افزایش رشد و بلندی، سردی کوتاهی. رطوبت و خشکی چی؟ تری و خشکی چی؟ تری عرض میده، باعث میشه فرد عریض بشه، اون عضوی که داره زبان عریض بشه، و خشکی باعث میشه عرض کم بشه. خلاصه کنم گرما رشد قدی، افزایش قد، سردی کوتاهی قد، کوتاهی ارتفاع. پس گرمی و سردی روی ارتفاع کار میکنن، گرمی افزایش ارتفاع، سردی کاهش ارتفاع، کمبود ارتفاع. توی بحث تری و خشکی، تری پهنی میده، عرض میده، باعث میشه عریض بشه اون عضو. خشکی باعث میشه نازک بشه، باعث میشه باریک بشه. خب حالا بر اساس این قاعده بیایم زبان یک فرد صفراوی رو شما به من بگین که چطوری میشه. پاس کنید و خودتون بگید. صفراست، گرمی و خشکی رو داره، هم گرمی رو داره هم خشکی. گرما چی میده؟ افزایش ارتفاع میده، پس زبانش دراز خواهد بود. حالا پهن یا باریک؟ اون خشکیش رو در نظر بگیرین دیگه، باریکه. پس یک فرد صفراوی زبان دراز و باریکی خواهد داشت. سودا چی؟ خشکی رو داره، بازم سرد و خشکه، پس باریکه. درازه؟ نه زیاد، نسبت به صفرا کوتاه‌تره. بریم سراغ مزاج‌های تر. شما زبان یک فرد بلغمی رو به من بگین چطور خواهد بود. یک فرد بلغمی زبانش که بلغم چی بود بگین؟ سرد و تر. سردی رو داره، پس دراز نیست، زبانش حالت کوتاهی داره. اما تری هم داره، پس پهنه، زبان کوتاه ولی پهن. این میشه زبان یک فرد بلغمی. چهارمیش دمویه رو بگین زبانش چطوریه. اینو دیگه حتما خودتون بگین. دم چی بود؟ گرم و تر. گرما رو داره، درازه. تری هم داره، پهنه. یعنی یک زبان دراز و پهن. این میشه زبان یک فرد دموی. این میشه قاعده شکل. حالا بجز اینها این خط وسط رو به صورت فرضی در نظر بگیرید. این زبان باید حالت قرینه داشته باشه، یعنی این ورش رو تا کنیم بندازیم اون ورش باید حالت قرینه داشته باشه. یه ور حالت ضخامت بیشتر، بزرگی بیشتر داشته باشه، یه سری مشکلات رو به ما نشون میده. این زیر زبان دو تا رگی که هست، یه دونش استقامت خوبی داشته باشه، صاف وایساده باشه، یه دونش حالت چروکیده و خمی داشته باشه، این به ما کد میده، این به ما المان میده. قاعده شکل رو هم گفتیم. قاعده رطوبت، زبانش خشکه، زبانش خیسه، زبانش نه بیشتر از خیسه، آبچکان حرف میزنه، حالا آب دهان خارج میشه ازش، میشه زبان آبچکان. این هم قاعده رطوبت. این میشه قواعد زبان شناسی که حالا توی خطوط خیلی صحبت ها داریم که این خط وسط کنارش که خط موازی قرار بگیره، خطوط موازی کنار خط وسط قرار بگیره، نشون دهنده ضعف کبده. درسته اینجا چارت کبده، اما اینا قواعد پایه است، قواعد بنیادینه. بر اساس این قواعد خیلی تشخیص ها رو میشه داد. این شد قواعد اصلی و بنیادین زبان شناسی. حالا قواعد رو یاد گرفتیم، باید چه مواردی یاد بگیریم، چه
بیماری‌ها و مشکلاتی رو باید بتونیم از طریق زبان تشخیص بدیم. این میشه سرفصل‌های دوره یا سرفصل‌هایی که ما باید توی زبانشناسی با هم کار کنیم و با هم یادش بگیریم. اولیش تاریخچه زبانشناسی، بدونیم زبانشناسی از کجا اومد. زبانشناسی ایرانی داریم، زبانشناسی چینی داریم، یه سری تغییرات دارن، یه سری تفاوت‌ها دارن. دوتا رو با هم به صورت جامع بررسی کنیم. روش معاینه زبان رو یاد بگیریم، بتونیم زبان رو معاینه کنیم. تشخیص مزاج از روی زبان، که این تشخیص مزاج رو دیگه تازه با هم کامل مسلط شدیم. حالا اونجا هم یه مقدار در موردش صحبت می‌کنیم و بیشتر مسلط میشیم. ساختار زبان، که ساختار زبان بخشش همین بود که گفتم، یه سری موارد دیگه هم داره، ولی خب اصلش همین بود که اینجا با هم یاد گرفتیم. شکل و رطوبت، چارت زبان همینه تقریبا. که حالا این چارت زبان رو یه روشی توی اون جلسه یاد میگیریم که نیازی به حفظ کردن نباشه. یعنی هیچ کدوم از اینا رو نیاز نباشه حفظ کنید، چون حفظ کنید بعدن اون موقع یادتون باشه، یادتون بریم مشکل زا میشه. بیماری‌های معده 1 و بیماری‌های معده 2، یعنی بیماری‌های مختلف معده رو از روی زبان خیلی دقیق میتونیم تشخیص بدیم. بیماری‌های کبد و کبد چرب، کمخونی، سنگ کلیه و عفونت ادراری. یک فردی که سنگ کلیه داره به راحتی با نگاه کردن به زبانش باید تشخیص بدیم که این سنگ کلیه داره یا نه. عنبیه چی؟ عنبیه نه، عنبیه باید فرد سنگ داشته باشه، چون هنوز دردی نیست، مخابره عصب صورت نگرفته. اون سنگ دفع بشه، فرد اون درد رو بکشه، علامتش روی عنبیه میفته. اما زبان همون لحظه که سنگ داره میتونه از روی زبان تشخیص بدیم که سنگ کلیه داره یا نداره. اینه که میگم این ابزارهای تشخیصی در کنار هم همدیگر رو کامل میکنن و باعث میشه ما یه تشخیص درست و کامل بدیم. یعنی یک فردی که به شما مراجعه میکنه، شما باید روبروش وایسین، یه عکس از عنبیه، این جفت عنبیه‌اش رو بگیرین، یه عکس از زبان. یعنی که نه، حالا کاری که من خودم انجام میدم رو انتها براتون میگم که یه معاینه کامل که روشی که خودم هست، حالا همیشه هم سعی دارم بهترش کنم، ولی خب این روشیه که در حال حاضر انجام میدم. کبد و چرب رو بررسی کنیم. البته کبد و کبد چرب روی سلبی خیلی دقیق تر خودش رو نشون میده. یعنی میگم همه اینها در کنار هم، کبد و چرب رو با یه نگاه به سلبی کامل میتونید تشخیص بدین، چه ضعف کبد چه کبد چرب. کمخونی تو اونجا اومده بود، اینجا اومده. سنگ کلیه و عفونت‌های ادراری رو بتونیم تشخیص بدیم. بیماری‌های قلب خیلی مهمه، مشکلات ریه، مشکلات رحم، فیبروم، میوم، نازایی، ناباروری، همه اینا رو میتونیم باز از روی زبان تشخیص بدیم. کیست سینه و کیست تخمدان، پروستات، زود انزالی و حالا مشکلات آقایان. ریزش مو رو میتونیم تشخیص بدیم که علت ریزش موی فرد چه هستش. مشکلات ستون فقرات و دردهای مفاصل. ستون فقرات رو که در نظر بگیرید، ما گاهن ضعف در ستون مهره، ضعف در استخوانه. توی طب سنتی بهش میگیم کاهش صدای ساله استخوان، توی طب نوین بهش میگیم کاهش توده استخوانی. هر دوتاش میشه کاهش مشکل در استخوان. یا حالت داریم نه، استخوان فرد سالمه، عضلات نگهدارنده ضعیفه. این رو هم باز از روی زبان و هم از روی عنبیه میشه تشخیص داد. دیسک کمر و در رفتگی لگن رو باز هم میتونیم تشخیص بدیم. البته در رفتگی لگن یا حالا افتادگی لگن و اینها رو از روی فراسات چهره هم میشه تشخیص داد. غلظت خون. غلظت خون از اون مواردیه که از روی کف دست خیلی راحت تر میشه تشخیصش داد. روی زبان هم میشه تشخیص داد، بله از روی زبان هم میشه تشخیص داد. فشار خون، عفونت خون، استرس، عفونت خون رو از روی زبان میشه، از روی عنبیه هم میشه، از روی دست هم میشه، از روی زیر چشم هم میشه. همین هم عفونت خون هم غلظت خون رو میشه از روشون بررسی کرد. از روی رنگ بعد از این لانولا یا از روی رنگ بعد از ماهک هم حتی میشه تشخیص داد. اگه رنگ حالت کبود شدیدی داشته باشه، یعنی بلافاصله بعد از این سفیدی ماهک هست، بلافاصله بعدش یک کبودی شدید داره. این حالا غلظت خون رو میشه تشخیص داد. استرس رو هم از خطوط کف دست، هم از عنبیه، هم از زبان، هم همه اینها میشه تشخیص داد. به این نکته ای که حالا این ابزارهای تشخیصی به ما کمک میکنه، گاهن عنبیه رو میبینیم یه مشکلی هست، شک میکنیم که دقیقاً حالا اون عضوی که مد نظر ما هست مشکل داره، مثلا کلیه مشکل داره یا نه حالا مشکل تهاله. این رو شک میکنیم، میایم از طریق زبان هم بررسی میکنیم، از طریق دست هم بررسی میکنیم، یه نگاهی کامل انجام میدیم و اون شکمون به یقین تبدیل میشه. اگزما، انواع سردرد، ما 28 29 نوع سردرد در طب سنتی داریم که حالا علت‌های مختلف دارن. نزله و سینوزیت رو میتونیم تشخیص بدیم. MS، تکرر و حالا حبس البول یا احتباس ادرار، این رو هم میتونیم از زبان تشخیص بدیم. یعنی در انتها ما باید اینها رو بتونیم تشخیص بدیم. اینا میشن مباحث اصلی و بنیادین زبانشناسی که پایش اون قاعده ها و بعدش حالا تشخیص جز به جز و بررسی بیماری به بیماری هستش که دونه دونه بررسی میکنیم. اما بریم سراغ برنامه‌ریزی، مبحث اصلی و انتهایی ماجرا که خیلی میتونه به مسیر رشدی و مسیر یادگیریتون کمک کنه.
شروع از ابتدا. یه نفر میگه من صفرم، من چیز زیادی از طب نمیدونم، حالا یه سری حرفای این ور اون ور شنیدم، میخوام طب رو یاد بگیرم و یک مسیر یادگیری طب سنتی رو برای خودم ترسیم کنم. میگیم شما 1 ساعت و نیم هر شب باید وقت بذاری. حالا شاید بگین آقا 1 ساعت و نیم زیاد کار داریم، مشکلات دیگه است، میدونم که مشکلات دیگه است، میدونم کار هست، میدونم حالا هر کسی دغدغه‌ها و مشکلات زندگی خودش رو داره. اما 1 ساعت و نیم میشه اندازه یه دونه سریال تقریبا. سریالی که بعد از دیدن 30-40 قسمت آخرش هم یادتون میره اصلا سریال در مورد چی بود. سال بعد کلا یادتون رفت. همین تایم سریال رو بیاریم بذارین روی رشد خودتون که هر سالتون بهتر از سال بعد و هر روزتون بهتر از روز قبل بشه. اینطوری شما توی مسیر رشدین، درآمدتون، حال خوبتون، همه اینها داره ارتقا پیدا میکنه. همه اینها داره میره بالا چون شما دارین تغییر میکنید. برنامه‌ریزی، ابزارهای تشخیصی 60 دقیقه، تشخیص و تمرین 30 دقیقه. ابزارهای تشخیصی همین فیلم‌ها، همین جزواتی که می‌نویسین رو می‌خونین، میشه 60 دقیقه این کارو انجام میدید. 30 دقیقه زبان فرد، یا حالا اگه نبی از نبی فرد عکس میگیرین، بررسی میکنین. این چیزایی که خوندین توی اون زبان صدق میدین. این مواردی که یاد گرفتین رو توی اون زبان صدق میدین، ببینید چه مواردی رو داره، چه مواردی نداره. این میشه اون تشخیص و تمرین. یکی میگه بازم وقت ندارم، 1 ساعت و نیم خیلی زیاده، همین رو نصفش کنید دیگه. بدترین حالت، پایین‌ترین حالت همین رو نصفش کنید. 30 دقیقه برای ابزار تشخیصی وقت بذارین، 15 دقیقه هم تمرین کنید، میشه 45 دقیقه. دیگه بالا غیرتا 45 دقیقه چیزی نیست و خب همین کفایت میکنه اگه واقعا وقت نداری. یکی میگه نه، من یه تسلط نسبی توی ابزارهای تشخیصی دارم. میگم شما ابزارهای تشخیصی رو 45 دقیقه کار کن و حالا تمریناتش رو انجام بده. 45 دقیقه هم بیا تشخیص و تمرین انجام بده. یعنی هم مرور کن هم تشخیص و تمرین رو انجام بده. مورد سوم میگه من تسلط کامل روی ابزارهای تشخیصی دارم. میگه من ابزارهای تشخیصی رو کامل مسلطم. تشخیص و تمرین ابزارها دیگه نمیخواد کار کنه، دیگه مسلطه. میاد تمرین میکنه، همون ابزارها نبیه میبینه، زبان میبینه، توی بحث زبان شناسی هستیم، زبان رو میبینه، بررسی میکنه، نکات رو میاره، اولویت بندی میکنه. این 15 دقیقه این کار رو انجام میده و تشخیصات رو انجام میده. داروهای نسخه نویسی 75 دقیقه. از اینجا به بعد تازه اون گام دومش شروع میشه. یعنی از اینجا به بعد که اون گام دوم رو باید روش تمرکز کنیم، چون از اینجا به بعد ما بیماری فرد، علت بیماریش رو تشخیص دادیم. حالا باید فرد میگه چی؟ به من نسخه بده، به من بگو چیکار کنم، به من بگو چه حرکتی رو بزنم که این بیماری، این مشکلی که دارم بهبود پیدا کنه. این میشه گام دوم. گام دوم 30% کاره. اصل کار 70% کار این ابزار تشخیصی است که مسلط باشین. ابزار تشخیصی رو که مسلط بودین 75 دقیقه وقت میذارین و این حالا نسخه نویسی رو هم مسلط باشین. حالا با توجه به این برنامه‌ای که دادیم چقدر زمان میبره یک فرد به اون تسلط برسه؟ چند روز، چند وقت؟ اون شروع از صفری، اونی که مقدار کمی میدونست، حالا فعلا دانستاش آنچنان زیاد نشده بود، اون باید 2 ماه وقت بذاره حداقل. شبی 1 ساعت و نیم 2 ماه وقت بذاره. 1 ماه برای ابزارهای تشخیصی، 1 ماه برای حالا نسخه نویسی و داروهای گیاهی. اگه زمان بیشتری بذاره 100% میتونه سریعتر کار رو پیش ببره. مثلا 3 ساعت زمان بذاره به جای 1 ساعت و نیم، این 1 ماه میشه 2 هفته. مقدارش کمتر میشه. و حالا تمرکزی هم که حتما باید داشته باشیم. اونی هم که حالا تسلط کامل داره، اون 1 ماه کفایت میکنه که روی نسخه نویسی و اون تمرین ها مسلط بشه. این اسلاید خیلی مهمه. واقعا به این اسلاید با گوش جان دل بسپارید. به نظر من یه اسکرین شات ازش بگیریم، یه مدت بذاریم بک‌گراند گوشیتون ببینه. خیلی مهمه. شما الان اینجا قرار دارید. این تایم زمان هستش و این هم حالا ریزالت یا نتیجه. شما اینجا قرار دارید. از امروز تصمیم میگیرید که اون 1 ساعت و نیمه رو بذارید یا نه خیلی وقتتون کمیه 45 دقیقه بذارید. به عبارتی از امروز تصمیم میگیرید 1% ایمپروومنت، 1% پیشرفت داشته باشید. روزی 1% تصمیم میگیرید که روزی 1% پیشرفت داشته باشید. چند وقت میگذره؟ تو این چند وقت اول بهش میگن حالا سطح پتانسیل پنهان. یعنی شما 1 هفته است، 2 هفته است دارین کار میکنید، تغییری توی زندگیتون ملاحظه نمیکنید. اینجا همون جایی که خیلی‌ها ول میکنن مسیر حالا کسب و کارشون، مسیر طبیشون، هر مسیری که شروع کردن، هر کاری رو که شروع کردن انجام بدن، تو 1 هفته اول چون هیچ نتیجه نمیبینن خیلی‌ها ول میکنن. ما شما ادامه میدید، یعنی هر روز همون 1%، هر روز همون مقدار کم رو ادامه میدید و از یه جایی به بعد نمودار به حالت نمایی شروع میکنه رشد کردن. یعنی از یه جایی به بعد نتیجه خیلی میره بالا. یه مثال بزنم. یه هواپیما رو در نظر بگیرید که این مقصد نهاییش اینه که بره مثلا استان سمنان. یه تغییر مسیری پیدا میکنه، 1 درجه انحراف پیدا میکنه.
این 1 درجه انحراف باعث میشه به جای اینکه مقصدش برسه سمنان، برسه به اصفهان. پس این 1 درجه بهتر شدن، این 1% بهتر شدنی که توی طول روز میگم برای خودتون قرار بدین، حتی اگه کامل مسلط هستین روی کل مباحث طب سنتی، شب 1.5 ساعت وقت بذارین برای رشد و پیشرفتتون توی هر زمینه‌ای که در طب سنتی میبینید. اگه کارتون طب نیست، توی حالا مسیرهای دیگه 1 درجه هر شب بهتر بشین. خیلی کار زیادی نیست، فقط 1 ساعت، فقط 1 ساعت و نیم، 1 درجه بهتر شدن. این باعث میشه انتهای اون سال، انتهای امسال شما این بالا باشین. حالا نه، تصمیم میگیرید 1 درجه بدتر بشین. اگه هیچ کاری نکنین، این حالا همون 1 درجه بدتر شدن اتفاق میفته، نیاز تصمیم گیری نیست. یعنی هر روز افت میکنید، همون چیزهایی که بلدین دارین به مرور از یادتون میره، تمرین ندارین، مرور ندارین، باعث میشه انتهای اون سال اینجا باشین. یعنی ابتدای این سال همه اینجا قرار دارن، 1% روزانه بهتر شدن باعث میشه برین به این اوج، 1% روزانه افت باعث میشه برین به این قعر. اینم باز همونه، فقط یک بحثی داریم، این بحث سطح پتانسیل پنهان که همون 1 هفته اول، اون 2 هفته اول، اون تایم اولیه است که هنوز نتیجه واضح و قابل مشاهده نیست. شما دارین کار میکنید، هیچ نتیجه‌ای نمیبینید. یه مثال بزنم، یه دونه یخ رو شما در نظر بگیرید. این یخ شما شروع میکنید گرما دادن بهش. یخ منفی 10 درجه است، دارین بهش گرما میدین، میشه یخ منفی 9، میشه یخ منفی 8. شما کار نمیکنید، چرا دارین بهش گرما میدین؟ به نتیجه منتج شده، یعنی نتیجه رو میبینید، نه هنوز یخ. باز گرما میدید، میشه منفی 7، منفی 6، منفی 5، منفی 4، بازم یخه. بازم شما دارین کار میکنید، هنوز نتیجه رو ندیدین. میشه منفی 1، 0 و اون یخ آب میشه. اینجاست که شما نتیجه رو میبینید. اما عده‌ای کمی طاقت میارن که این گرما رو تا انتها بدن، که این تلاش رو تا انتها داشته باشن، تا اونجایی که منتج به نتیجه بشه، تا اونجایی که نتیجه قابل مشاهده بشه. عده‌ای کمی به این مرحله میرسن، این صبر و پایداری رو دارن که به این مرحله برسن، که حالا این بهش میگیم سطح پتانسیل پنهان، که حالا تو اون حالت ما نتیجه نمیبینیم، کار داریم انجام میدیم، نتیجه نمیبینیم. اینجا همون جایی که خیلی ول میکنن، اون دست از آدم، اون تک و توک آدمایی که ول نمیکنن تا آخرش ادامه میدن، به اون انتها، به اون اوج، به اون قله میرسن و اون بقیه حالا به همین قدر اونجا بیخیال میشن و شروع میکنن مسیر نزولی خودشون، مسیر رو به پایین خودشون رو ادامه دادن. که حالا این یه خلاصه از یکی از فصل‌های کتاب اتمی کبیتس هم بود. اگه خواستین این کتاب رو به عنوان کنار کارتون بخونید، توی کانال هم سعی می‌کنیم یه سری وایس ها در مورد همین بحث بذاریم که حالا مرتبط با کارتون باشه و باعث رشد بیشترتون بشه. شکر، دلتون شاد. امیدوارم که از این جلسه لذت کافی برده باشین. هر سوالی که داشتین از ساین تبران TEBRUN یا شماره من که حالا 0921 47 98 410 هست، میتونید تماس بگیرید، میتونید پیام بدید، یا اینکه از این طریق تلگرام و ایتا پیام بدید و سوالاتتون رو بپرسید. خوشحال میشم بتونم راهنماییتون کنم، خوشحال میشم بتونم کمکی هر چند کوچک در مسیر رشد و پیشرفت کسب و کارتون، رشد و پیشرفت مسیر طبیتون باشم. امیدوارم که از این جلسه لذت کافی برده باشین. بازم شکر، قلبتون شاد. شما رو به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.